مرتب و تابه تو هم خانه خرابه تو هم افه سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه خوب و شاد و پر انرژی باشین، مثل روزهای قبل، مثل امروز، مثل فردا. هنوز نیومده. اومدیم با یه سری دیگه از مسابقات تیک تاکی و امتیاز دادن ما دو نفر بدون هیچ معطلی، بدون فوت وقت میریم سراغ ادامه ویدیو. ولی یادتون نره که وسط ویدیو دکمه لایکو بزنید، کامنت بذارید که انگلیسی باشه، چه بهتر. من بوس بهتونه که انگلیسی می‌نویسه. اصلا قلب من قلب حتما چنل سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید و اگه چک کنید ببینید که سابسکرایب شده یا نه. بعضی اوقات میپره با خاطر وی پی ان که استفاده می‌کنین سابسکرایبتون میپره. حتما چک کنید ببینید دکمه قرمز رنگش عوض شده یا نه و اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بدون هیچ معطلی میریم سراغ چالش تیک تاکی و امتیاز دادن ما دو نفر. برو بریم. دیدی اول خراب کرد؟ اول یه خورده عجله نکنیم. چه امتیازی بهشون میدی؟ چی میشه یه بار دیگه ببینیم؟ مشکلی داره بچه‌ها؟ نمیشه. وقت زیغه. بخاطر اینکه دقت کامل نکردم شبیه یه بنده خدایی هم هست. 8 زیاد دقت نکن. 8 رو بهش میدیم. اولین شرکت کننده 8. نه نمیتونه دوا بگیره اصلا. میدونم که جان خودشونن. چند بهش میدی؟ شیفته نگاهش شدم. 10 تمام. ببین دوست دارم دیگه، میفهمه دوست دارم. دار و ندارم رفیق، اگه نباشم زیر خاکم رفیق. جام منو دست تو یاد منم کن زیر خاکم. دوست دارم مثلا ببین دوست پسرش در اونجا نگاش میکنم. ای عرس بگو لالاتا. خیلی زود شروع کردی. ما آمادگیشو نداشتیم. ما خاطر همین 5 بهت میدیم. 5 خیلی هم وا کرده خود. نه خوش خیلی وا کرده، خوشم نمیاد. راضی نبوده دیگه. چرا پسرا تیک تاک نمیزنن؟ اوه نه 10 اینم هیچی نمیشه. مطمئنم این دیگه هیچی نمیشه. من گفتم توانایی اونقدر خاصی نداره. 6 توش بشو دیگه. تو دیگه بشو. اوه انتظار نداشتم. چه امتیاز بدیم بهش؟ هرچی داری. 8 بیازید حوال بازی کنم. 8 تو دیگه بخوای یه چی بشی من خودم هیچی نمیشه. نه شاید هم بشه. آره الان میکاپ نره. الان میکاپ میکنه میاد. باسیز راه داره 8 یا 9 بهش بدیم. 8 میدیم. 8 زیاد روی نمی کنیم. امتیاز تمام امتیاز عادلانه است. باید بگیری. عمدن لباس گشاد میپوشن اول که ما بد فکر کنیم. نه قابل توجه نبود زیاد. چند؟ با قدر نفهم گیریش 5 منم راضی نبودم اون 50 شد. من کمتر میدادم. اینجوری نشون داد به ما. بده این بده. بیبی ها نخوام بترکونن. تیم ورک هم هست. ای جان 9 حالا من میگم به خاطر این که
حجابشون هم رعایت کردن یک تشویقی 10 بهشون بدیم. تشویقی بدیم. بله مبارک. 10 مبارک باشه ان شاءالله که تمام دختران سرزمین شما کشور پرنگرنگ و دروغ آمریکا کشور دروغ عمدن با قیافه زشت و بیجامه و لباس گشاد میان که آخر سر چی ما رو بترکونن. آقا طی صحبت‌هایی که ما داشتیم پشت پرده گفتیم به ایشون 10 بدیم و اینکه تحسین برانگیزه و تغییر چیزی دیدیم. آره تغییر دیدیم، چیزی جز تغییر ما بهش امتیاز ندادیم. همون اینا همه این بیجامه رو دارن. آفرین. یو سگن نه دیدی بیناموس سگم فرصت طلب. چه امتیاز بدیم؟ من به سگ 10 میدم. سگ 10 داره، خودش هم داره 7. خودش 7 داره. خب چیزی در میاد؟ تا الان کجا بود؟ کجا بودی؟ چند بهش بدیم؟ 9. این سری دست و دلباز شدیم ما فقط به خاطر گل روی شما که گفتیم امتیاز. چرا امتیاز نمیدید؟ خیلی دایرکت داشتیم، کلی مسیج داشتیم، گفتیم چرا بهشون امتیاز نمیدی؟ این دوستان دارن استعدادشون رو میریزن بیرون. استعدادش داره شکوفا میشه. بله برو ببینم چند. نه میتونه شاید بتونه. اصلا واسه این حرکت حماسیش که پوشش کامل داشت 10 میگیره. باید تشویق کنیم دوستانمون رو، باید چنین جوونای تشویق کنیم که پوششون رو همیشه پوشش کامل داشته باشه. خب نظر من بیا آقا گفتی چه پسرا چالش ببینم. پسر نیست که پسر نیست میدونم حالا هرچی هست ولی مبارکش باشه. خجالت بکش. بهش امتیاز میدی؟ با قرآن من اصلا اخراجش میکنم. نه یه بذار بچه 3 بگیره. آره 3 بستش. اخراجش میخوای بکنی بعد 9 میدی؟ پیرزن میکاپ چی کار میکنه با آدم؟ اصلا دنیاییه واقعا. اصلا یه آدم دیگه به یه آدم دیگه تبدیل میشه. چند بهشون میدی؟ 4. آقا چه سنت بالاه، تو حداقل الان باید 2 تا 3 تا 90 داشته باشید، نباید این کلیپ ها درست کنی. میتونه چیزی ارائه کنه نه؟ امتیاز با شماست. 9 خوب شیک میکنه. یا خدا تو ده بکندی اما. یا خدا یا خدا. چند؟ 7. بیشتر بدیم آقا. من گفتم یا خدا 9 10 اصلا 10 گفت تمام. 10 تمام. آقا بچه ها یادتون باشه که 10 داده بینیم تا یه دونه توری دید حول شد. نه آقا باشه. نه من بخاطر تغییر قشنگش عمدن میکاپ نمی کنن که بعد داره لیمو. چند؟ یکم کمکاری دارن آقا. 10 دیگه این سری دست و دلواز شدیم رفت. خب معلومه 0. اخراج. تو رو خدا 0 این سری. آره اخراج این سری بخاطر اینکه حرف پشت ما در نیاد اخراج بود. ما هر سری بخاطر اینکه مردم راجع ما چیزی نگن اخراج. حالا این میزنه میره. این یه شانس ایجاد داشته باشه.
خیلی از زاویه نزدیک بود. این اومده کلا نمره بگیره. آها وگرنه دوربین اومده 10 بگیره و بره. 10 مال خودش کنه. 10 مال خودش. 10 مال خودش. این همه خوردن تا هم. اوه چی ساخت؟ نمی اومد. 8 خب بچه‌ها به پایان رسید این دفتر. باز هم موقع خداحافظی شد. لحظه تلخ خداحافظی. میگه لحظه خداحافظی به سینه ام فشردمت، اشک چشمام جاری شد، دست خدا سپردمت. الو بفرما. دوباره صد زنگ زدم. ای بابا آخرش هم دوباره صد به ما گیر داد. آقا جمعش کن. لایک کنید، کامنت بذارید و چنل سابسکرایب کنید. اگه چنل سابسکرایب نکردید اون زنگولم بزنید. آخری بود. والله آخری بود. بگو الان میایم. الان میایم. بچه‌ها تا ویدیو دیگه بوس به همتون. پیس رو بده بریم. پیس.